خب، موضوع صحبت امروزه ما درباره سفر شما به ترکیه است که چرا به ترکیه رفتید، هدفتان چی بود و با چی تأثیرات برگشتید. فقط کوتاه. سفری ما برای نمایشگاهی بین المللی در شهر انطالیه بود. یک چند نفر از تاجیکستان از ولایت سوخت 34 نفر و ماندگی از ولایت ختلان رفته اشتراک کردیم. چرا محض شما از کنی بدام، مثلا دیگر صاحبکاران چرا محض شما رفتید از کنی بدام؟ از کنی بدام برای آن ما رفتیم که ما заявка داده بودیم، یعنی که هم خیلی درخواست داده بودیم که ما هم خیلی جاها اشتراک میکنیم کتا و فوند آقا خان همین را دستگیری کرده ما یک گرفته رفتگی بود. شما با محصولات نیروی کند رفتید؟ با محصولات میوه خشک؟ میوه خشک نیروی کند رفتیم. چه تأثیرات هست از ترکیه؟ چه چیز برای شما جالب بود غیر از این نمایشگاه و غیر از این نمایش مال و محصولات وطنی اینها؟ یکمش نمایشگاه و ما یک چی میگوید ندستچه، یعنی که همون محصولات ما بسته بندی جدا مایده کرده نرفتیم. یک ما коробковый колонки گرفته رفتگیم. اساساً ما باید اناکنون بسته بندی جدا مایده بگذاریم، یعنی که ما الکی آخرین потребитель، یعنی که آخر مگزین با، یعنی که همون چیزی که دیگر переработка نمیشه، دیگر کار نمیشه، همین چیز به حرکت کرده مدارکن. ما حاضر 10 کیلو 5 کیلو این برای آینده کار کرده کن. ما الکی دیگر محصولاتی که نهایی، یعنی که последний потребитель ما باید تیار کرده ریم. همین چیز فهمیده اومدم. این چیز بود و فهمیشه من رفته دیده اومدم. دویمش یک دور از اشتراک کردیم و بعد من التماس کردم که ما جواب دهن، ما همون باغ، یعنی که همون وقتی هم صحبت شویم بعد باغ‌های همون رفته دیدیم، یعنی که چخیل باغداری است و چخیل مدنیتی باغداری هست و خب نقل کنید چخیل است. اساساً و هم سیستم آبیاریش به کار میکرده است، یعنی که همش با یاری قبروها، یعنی که کپل نمیشه قطرگی، آبیاری قطرگی. من یگان جوا قریب که ندیدم جای بار که آب مانده نشه، قریب که ندیدم. بعد اساساً با هم اکونوم نبریند، یعنی که هر یک صرفه میکنن، هم آب هم صرفه میکردن، انرژی هم صرفه میکردن، برق هم صرفه میکردن، گرمی هم صرفه میکردن. مثلا من انطالیه اما گرمیش به ممکن یک 4-5 گرادوس گرم تر باشد، زمستان ما قریب که خنک نمیشد میگن. لیکن همون ما همین سمالیات فراموشده از همین ایلومیناتورش بینم قریب که 70-80% در ویراشون زمیناشون پشتگی، یعنی که پرنیک کردگی، همونجا هم پرنیک کردگی، هم خود گرمی با فرامونا پرنیک کردگی. همین چیزای ما باید آهسته گرفته بیم خودمون. آبیاری خودمون که مقایسه کردم ما اطراف از 40 تا 100 برابر آب زیاد استفاده می‌بردیم. این چیزا یعنی که ما باید گذاریم با همین باید گذاریم. بعد مولوش ندیدم، یعنی که مولوش ندیدم در باغ‌هاش، در صحراهاش ما بسیار چغ زدیم. شما مول گفته حیوان همون چیزایی ندیدم که مثلا کوچه گردد، سرسام گردد یا در این باغ همسایه و باغ و общественного، همین چیزایی ندیدم.